واقد لیسی آورده خرجنا مع رسول الله صلی الله علیه و سلم قبل حنین، میگه همراه رسول خدا در غزوه حنین میرفتیم، منطقه به نام حنین، همراه رسول صلوات الله علیه. فمررنا بسدرة، میگه از پیش یک درخت تیر شدیم. فقلنا یا رسول الله، میگه صحابه واقد لیسی آورده که صحابه سوال کردن که یا رسول الله اجعل لنا ذات انواط کما للکفار ذات انواط، گفت نمیت یک درختی به ما هم باشه مثل که کافرها همینجا آورده سلاح خود آویزان میکنن، تمار و تعویز و اونو پارچه ها و لطه ها و تکه ها را میارن، به ما هم یک چیزی اگر می بود. درخت هایی که سر زیارت هاست خوب پر از پارچه ها و تکه هاست، نه علمچو یا به خاطر تبرک آویزان میکنن. صحابه پرسیدن یا رسول الله یک درخت بودی ما هم تو کدی. رسول صلوات الله علیه گفتن الله اکبر. الله اکبر چی میگوین شما؟ هذا کما قالت بنو اسرائیل، این گپ شما مثل گپ یهودی هاست. یهودی هم تو میگفتن. یهودی ها چی گفتن؟ اجعل لنا الها کما لهم آلهه. یهودی ها گفتن که با ما یک خدا، یک پیکره و مجسمه خدایی جور کو. حالا شما هم میگن که با ما هم تو یک درختی باشه ما این تکه پارچه های تبرکی خدا به اونجا آویزان کنیم. الله اکبر، یعنی خدا بزرگتر از این اندیشه ها و از این وسوسه ها و از این دغدغه های شرکی و از این کابوس های وحشتناک و از این خرافه ها و افسانه هایی که شما به سر می پرورانید. این چی زشتی و پلشتی است، این چی گندیدگی است که شما در ذهنتان جا میدین. این کار خوبی نیست. موحد چو بر پای ریزی زرش، چو فولاد هندی نهی بر سرش، امید و حراسش نباشد ز کس، همین است و بنیاد توحید بس. از الله میشه، از غیر الله هیچی نمیشه مگر به اراده الله. خالق الله، مالک الله، مشکل کشا الله، حاجت روا الله. هرچی میشه از کی میشه؟ از الله میشه. الله اکبر، دیگه ای گپ نگون. باز دنبالش یک چیزی هم رسول صلوات الله علیه گفتن لترکبن سنن من کان قبلکم، قطعا شما نقش قدم یهودی ها را تعقیب میکنید. حتی انهم لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رواه الترمذي. گفت قطعا شما نقش قدم و خط مشی و مسیر یهود را میپیمایین با این گپی که میزنین. والله اگر یهود به سوراخ موش داخل بشه شما به سوراخ موش هم، به سوراخ گورکفتار داخل بشه شما به سوراخ گورکفتار هم رفته داخل میشی. حتی انهم لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. الله اکبر. او اگر به هر سوراخی که بخزه شما به اون سوراخ میخزید. یعنی تهاجم فرهنگی و تحمیل هویت بیگانه را شما به سر میپرورانید. غربی ها، اروپایی ها، نظام های تک قطبی چه قسم نان میخوره در لباس و در غذا و در سیاستش، هر فکری که داره شما به همون مسیر میرین. این همی تو روزی میه همون تو هم شد نشد. کو ریش ما، کو لنگی ما، کو تاج ما، کو بالاخره او پستین و چپن ما، کو او عنعنه و رواج های افغانی و اسلامی ما، کو او فرهنگ و کلتور و کلچر و هویت ما. این تو گپا کم کم هرچی که در غرب مدلینگ یا مدل های برتر یا مد های زیبا، غربی ها هر اما ستاره های فوتبال دانم فلان و ستاره های غربی هر کار کنه ما دنبال هم میریم. رسول الله گفتن این تو مردم میشین شما آخر الزمان که آمد شما به مو سوراخی که یهودی ها رفته شما با مو طرف حرکت میکنید، سیاست همونا را تعقیب میکنید.